از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنهای دروغ کسی میبافد جاش از دوزخ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که از نام من سخنی که من نگفتم اگر گوید جاش از دوزخ گیرد. حتی بعضی علما میگن که کسی که حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم اعرابش خطا خواند، گراماتیک عربیش اگر خطا خواند و پیامبر سلام جایی که ا گفتن او گوید یا که ای گوید، این هم همین حدیث به شامل میشد میگفتن، چون که پیامبر خیلی ا تلفظ نکردن یا او تلفظ نکردن. انما الاعمال بالنیات گفتن، انما الاعمال خواند، پیغمبر نگفتگی تلفظ کرد، به همین حدیث شامل میشد گفتن. حضرت زبیر ابن عوام صحابی بزرگوار حدیث به کلمه متعمدن روایت میکنن. این دیگر این حدیث بخاری هست. باز در همین صحیح بخاری در روایت دیگر آمده است که من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که از نام من دروغ گوید جایش را از دوزخ گیرد. در بعض روایات من کذب علی متعمدن هست، کسی که از نام من قصداً سخنی دروغ گوید جاش از دوزخ گیرد. یعنی از دوزخ برای خودش یگان جای انتخاب کند. یعنی چی؟ یعنی که جاش انیق دوزخی از گفتگی گپ. حضرت زبیر بدون کلمه متعمدن روایت میکردن، یعنی من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که از نام من اگر دروغ گفت جاش از دوزخ گیرد. بنابراین از حدیث گفتن خودداری میکردند. صحابه ها حدیث کم میگفتند. وقتی که پرسیده میشدن میگفتند که کبرنا و نسینا والحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم شدید. ما پیران سال شدیم، فراموش خاطر شدیم. حدیث از نام رسول الله صلی الله علیه و سلم وزنین است. بعضی داملاهای پیران سال شاهد شدیم، وقتی پیران سال شدن سخنهاشون در آبرو میشد. یک سخن سر میکردن دیگه هر جا در آمده می رفتن، بعد یک گپایی میگفتن که خطا میگفتن. بعد یک کس نیم کس آگاهی کند همین خیلی گفتم، همین خیلی گفته داملا خطا گفته دمیجه شگونگر، یعنی که خیلی پیر شدیم ده میگفتن. مقصد صحابه ها چه میکردن؟ بحث میکردن ما پیران سال شدیم و فراموش خاطر شدیم و از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن کردن آسان نیست گفته خودداری میکردن. بعضی تابعین میگن که همراهی حضرت عبدالله ابن عمر به مکه سفر کردن، 10 شبانه روز رفت، 10 شبانه روز او برگشت. یگان حدیث نگفت غیر یک حدیث میگن، یعنی در مدت 20 روز یک حدیث گفتیان. احتیاط میکردن و شخصیت های پیدا شدن که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث میبافتند به خاطرهای گوناگون. بعضی ها حدیث ها میبافتند برای پادشاه ها نزدیک شدن. همین پادشاه کدام کار دوست دارد به طبیعتی پادشاه مناسب حدیث میبافتند. ای شاه هم این کاری که شما کردید این را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند. ای شاه هم شما سنتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را زنده کردید، در حدیث فرمودند. گفته از خودشون میبافتند نعوذ بالله برای نزدیک شدن به پادشاه. و بعضی ها برای نزدیک شدن به خلق سخنای واهمه میبافتند، مانند اینکه یک آدم میگفت که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشند که کسی یک مراتب سبحان الله گوید، یک فرشته بوده است مانند قناتاش از مشرق تا مغرب، هم اگر سبحان الله گوید یک میل ارزانیده است قناتاش. سبحان الله گوید، الحمدلله گوید میپریده است، الله اکبر گوید خودش به داخل یک بحر میدر آورده است پر، لا اله الا الله گوید میبر آمده است. وقتی که برآمد قنات از مشرق تا مغربه و که یک بار بر بحر غوطه زد، وقتی که میبرد از قناتاش هر یک آبی که میچکد از همون چکش 70,000 فرشته میچکیده سو تا روز قیامت در حق این بنده استغفار میپرسیده است. شما تصور کنید اون چند میلیارد و تریلیارد آب میچکد و از هر یک چکه 70,000 فرشته میچکیده سو اون در حق آدمی یک مراتبه همین سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله گفتگی آدم در حقش تا روز قیامت استغفار میپرسیده. یعنی یک عملی معده که گرفته سو جزای بی نهایت کلام وعده کرده است از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم. دروغ است. یعنی آدم های بیچاره بی سواد واه 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 گفته میشنن. دروغ است. از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی مذهبگراها یا ملتگراها
مثلا ملتگرا باشد، برای تنقید یک ملت میگفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فلان ملت رو فلان چی گفتند، گفته از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ میبافتند. یا بعضی باقلجان فروش ها گفتن که الباذنجان لما اکل له، باذنجان بر فایده باقلجان، یعنی بر فایده کسی که خورد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از زمزم لما شرب له، زمزم بر فایده کسی که نوشید. زمزم فایدهش است، زمزم شفا است، طعام و طعم و شفاء و سقم. زمزم طعام خورنده و شفای بیمار است. اینو همین حدیث گرفتین به باقلجان تطبیق کرده. باقلجان میفروخت است، میگن که الباذنجان لمن اکل له، باذنجان برای فایده کسی که خورد، یعنی کسی باقلجان میخورد فایدهش است. ابن القیم در کتاب منار المنیف میگن که الباذنجان من ارذل الاطعمه، باقلجان از پسترین طعام ها است، یعنی کم غذاترین طعام ها است. نخواد و یگری با آب زمزم برابر کنید که سرکلاری ترین با قوت ترین آب در دنیا هست، به شهادت شریعت و به شهادت بعض بدین ها. بعضی متخصص ها در لابراتواریا تحقیق کردن که در دنیا بدین هستند، یعنی کافر هستند، گفتن که در دنیا پرقوت ترین آب زمزم است. نخواد گیری باقلجان بیمزه با آب زمزم برابر کنید. یا برنج فروش ها برنج تعریف کرد از نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دروغ می بافتند. برنج اگر مرد میشد 10 نفر در گشتینگیری غلبه میکرد. سخنای بی معنا، سخنای برای اینکه برنجشون به سودا رود. اینا دروغ است برادر عزیز. این حدیث لولا کلمه خلقت الافلاک حدیث دروغ است. اگر تو نمیشودی من زمین و آسمان نمی آفریدم، نگفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث از الله تعالی روایت نکردین در حدیث قدسی. دروغ است. و کسی که حدیث دروغ میگه اونم به همون گرفتار میشد به جزاهایی که در حقش آمده است. بنابراین پادشاه ها چندین در زمانه ها بودن، همیشه آدمایی که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی یک آدم حدیث دروغ در باره سوره های قرآن بافته بود. کسی که سوره فاتحه رو فلان مراتب خواند فلان مکافات میگیرد، کسی سوره بقره رو فلان مراتب روز فلانی فلان مقدار اگر خواند اگر فلان ثواب میگیرد، سوره آل عمران رو کسی خواند فلان مقدار خواند فلان اجر میگیرد، تا سوره ناس از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث بافته است در بابت فضیلت قرآن. بعد خلاصه وقتی که دستگیر میشد، این جنایت است. از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم، از نام شریعت سخن کردن است. این بسیار جنایتی کلان است. وقتی دستگیر کرده میبیارن در نزد قاضی، بعد وقتی که میپرسن که برای چی این کارو کردی، میگه که دیدم که مردم به فقه امام ابو حنیفه و به مغازی ابن اسحاق روی آورده است. ابن اسحاق یک کتاب داره به نامش مغازی، جنگ ها را فقط آیدی جنگ ها کتاب نوشتگی است. سالی فلان فلان جنگ شد، سالی فلان فلان جنگ شد، در جنگ کی راهبر بود، جنگ به فایده کی شد، سببی جنگ، خلاصه درباره جنگ ها مغازی یعنی غزوه ها رو دربارش گپ میزنه. فقه امام ابو حنیفه دیدم که مردم فقط غزوه مغازی ابن اسحاق را میخواند و فقه امام ابو حنیفه را میخواند و از قرآن روی گرداند، سال که سخنی الله است. خواستم که مردم رو با قرآن برگردانم. ببینید با نیتی نیک کرده است، لیکن از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده است. دروغ، چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن همین گفته است. بنابراین بعضی کتابای فضیلت، همون کتابا ترجمه هم شدگی از به زبان تاجیکی، فضایل قرآن، سوره اینا اعطیناک الکوثر 1000 بار میخونی فلان میشی، قل یا ایها الکافرون روزی سه شنبه فلان مراتب میخونی 777 مراتب فلان. اینو همه دروغ است. بنابراین بعضی علمای علمی حدیث گفتن که حدیث در خصوص فضائل قرآن کم است. حدیث کم است. در هر یک سوره حدیث بافتیان. حکمش قتل دادن. همین آدمی که از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم فضائل قرآن بافته بود، حکم قتل دادن. پادشاه حکم قتل داد، خلیفه مسلمانو کشتن. بنابراین اینه که هر چیزی که در کتاب است او درست نیست. در همین کتاب‌های تفسیرها هم همون حدیث‌های موضوع گاهی نقل کرده میشه، لیکن گفته میشه خیلی حدیث موضوع هست، همین خیلی حدیث‌های بافته شده هست، گاهی بیان میکنن گاهی با سند ذکر میکنن و حواله به سندش میکنن. بنابراین برادرای عزیز، علم این است که
یعنی باطل و حق را جدا کرده توانید. هر چیزی که در کتاب ها هست همه وای حق نیست.